نماز عید واجب است بالای کسانی که بر آنها نماز جمعه واجب گردیده است. وقتی نماز عید این بعد از برآمدن آفتاب تا زوال آفتاب می باشد و از سنت ها یا اینکه مستحباتی که در روز عید ما باید آن را بسیار اهمیت دهیم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز عید مسواک می زدند، غسل می کردند و بهترین لباس را می پوشیدند و خوشبویی می زدند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه به مسجد می رفتند در روز عید فطر چند عدد خرمای به شکل تاق می خوردند، 3 عدد یا اینکه 5 عدد پیش از نماز می خوردند و هنگامی رفتن به مسجد به یک راه می رفتند و بعد از گشتن به دیگر راه برمی گشتند. الله تعالی خودش می داند که این به چی معنا است، اما این سنت ها یا اینکه مستحبات نماز عید می باشد. و صیغه تکبیر داریم که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. این را در راه رفتن به مسجد به شکل پنهانی میخوانیم و در دیگر مذهب‌ها به شکل جهری میخوانند و در مسجد تا نماز خواندن یا که بعد از نماز خواندن هم این تکبیرات را میخوانیم. و طرز خواندن نماز عید این گونه است که ما نیت میکنیم با امام 2 رکعت نماز عید و بعد از تکبیر تحریمه دستها را زیر ناف برده سبحانك اللهم را میخوانیم و بعد از آن 3 تکبیر واجبه عید را هنگامی که امام الله اکبر میگوید دستهای خود را برداشته و بعد از آن دستهای خود را پایان میکنیم، در زیر ناف نمیمانیم، به قد خود دراز میگیریم و بعد از تکبیر سوم دستهای خود را زیر ناف مانده چون که امام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گفته سوره فاتحه و ضم سوره میکنند و در رکعت دوم امام اول سوره فاتحه را خواندند و بعد از آن ضم سوره میکند و بعد از ضم سوره 3 تکبیر دیگر داریم، تکبیرات عیدین. این الله اکبر گفته دستهای خود را میبرداریم و در زیر ناف حتما نمیمانیم و بعد از تکبیر سوم تکبیر چهارم است که این تکبیر به خاطر رکوع رفتن است و در تکبیر چهارم رکوع می رویم و دیگر دوامش همچنان نمازهایی که می خوانیم همانگونه است و سنت است که در نماز عید امام سوره سبح اسم ربک الاعلی سوره اعلی را بخواند و در رکعت دوم سوره غاشیه را و بعد از نماز 2 خطبه است که گوش کردن آنها واجب است، حتما آن خطبه ها را گوش میکنیم. این است طرز خواندن نماز عید. دوستان گرامی و برای همه شما عید سعید فطر را تبریک و تهنیت میگوییم. پروردگارا از ما و شما روزه و نماز و طاعت و عباداتی که در این ماه مبارک رمضان کردیم قبول گرداند و ما و شما را تا سال آینده و تا رمضان آینده الله تعالی در حفظ امان خود نگه دارد.